آیه دکتر چند وقت پیش بالاخره رفتم امتحان رانندگی بدم. باریکلا. 4 نفری سوار شدیم. من اول همه نشستم پشت رول تا افسر بیاد. باریکلا. خلاصه افسر اومد، آینه و صندلی رو تنظیم کردم، زدم تو دنده راه افتادم. 300-400 متر که رفتید دیدم افسر هیچی نمیگه. گفتم جناب سروان همینطوری همین فرمون مستقیم برم؟ طرف تعجب کرد، گفت جناب سروان کیه؟ من مسافرم، مگه تو تاکسی خطی نیستی؟ تو آینه نگاه کردم دیدم یکی با پرونده داره دوون دنبال ماشین میاد. دستی رو کشیدم، در رو باز کردم و فرار. ناکس تو داری فتوای مقام عظما رو میگی دیگه. میگی یابو برش داشته بود همینجوری برای خودش میگازید و میرم فکر نمیکنه اینقدر ضایع بشه. فکر کردی من نفهمیدم؟ آی دکتر پس این که میگفتن سواد داره کلاس خارج میذاره مثل دکترای کردان و شیخ حسن بود. تو هم تو این همه دروغگویی بند کردی به این دروغ فسقلی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتن یه داستان با 100 تعریف میکنیم تو بگو کجاش دروغه. جمعه پیش یه نفر تصادف کرد کلش کنده شد، داشتش دوید از داروخونه چسب گرفت سری کله رو چسبون، طرف بلند شد راه افتاد رفت دنبال کارش. مشنگه گفت خب معلومه جمعه که داروخونه باز نیست. روشن شد یه نفری برو بند نکن به مقام عظما. دکتر من قصد ضایع کردن ایشون رو نداشتم، با این فتوای اخیر به قدر کافی ضایع شدن ایشون، ولی بیسوادی که جرم نیست. تو بالاخره از بیسوادی ایشون خبر داری که خودتو میزنی به اون را یا خبر نداری؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مادر بزرگه که یک کمی هم حواس پرتی داشت و نوش که لیسانس گرفته بود پرسید کدوم دبیرستان میری پسر جون؟ پسر واسه این که دل مادر بزرگ نشکنه گفت دبیرستان مالک اشتر. مادر بزرگی گفت پس خاک تو سرت کنن که با 25 سال سن هنوز داری تو دبیرستان درجا میزنی. آقای دکتر من توهین نهفته در این پاسخ زهراگین شما به مقام عظما رو ندیده میگیرم، چون توهین های بزرگتری به من کردین. خودم رو به خویشتنداری دعوت میکنم، چون این ضربه که شما به من زدین در مقایسه با اون که در جبهه سوریه و ترکیه و اینا تو پوز مقام عظما خورده چیزی نیست. تازه خود اونم به نسبت توبوسیای پشت سر هم تو عراق چیزی نبود. تو که بحث رو ادامه میدم آقای دکتر، نمیشه ایشونو ممنوع الفتوا کنیم، یه نوعی قرنطینه فتوایی و این چیزا. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن طرف همیشه فحش میداد، بهش گفتن که ببین با فحش دادن بیشعوری خودتو میرسونی، ساکت شو هیچی نگو. اینم تصمیم گرفت فحش دیگه نده. یه مدت که فحش نداد بعد بهش میگفتن که ببین با فحش ندادن نمیتونی بیشعوری خودتو قایم کنی. آقای دکتر البته نیمه پر لیوان رو باید دید. امام وقتی گفت تو قرآن سوره کافرون نداریم که همه به ریشش خندیدن 73 سالش بود. آره. مقام عظما تو 79 سالگی فتوای کشکی میده، 6 سال دیرتر از امام قاطی کرده. این پیشرفت بزرگی آقای دکتر. تو هم با این مثبت دیدن‌های کشکی ناکس. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه میخواست همه چی مثبت ببینه، یه پرنده ای از اون بالا رو کلش خرابکاری اساسی کرد. مشنگه گفت خدا رو شکر که گاوا پرواز نمیکنن. روشن شد یا برفستم به زیر یه گاوی که پرواز میکنه. دکتر من یه تب و لرز شدیدی دارم که نمیدونم مال این ویروسه یا مال اینه که هر طرف نگاه میکنم اوضاع ضایع‌تر از قبله. از FATF و هر کی تو مجلس و بودجه که خرجش مخفیه و دخلش نامعلومه و داستانای سوریه و عراق. خدات باشه، از خدات باشه که این ویروسه باشه. چند درصد ممکنه بمیری؟ این یکیایی که الان گفتی دیگه 100%. تو این بدبختیه که دامن نظامو گرفته نمیشه درخواست کمک بکنیم بعد بزنیم به خرج بودجه و منطقه و حزب الله و اینا. الان خوب کمک میکنه باید طرف 2 پرس مغز خر خورده باشه که گول بخوره و اینطوری کشکی به ما کمک بکنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن مشنگی باباش مرده بود، تو تشییع جنازه خیلی شیون میکرد که کجا رفتی ما رو تنها گذاشتی، کی دیگه خرج ما رو بده و اینا. یکی داشت رد میشد دلش سوخت، به دوستش گفت اگه آدرسی رو داشتم خرجشو میدادم.
پسرش شنید با همون شیون و زاری گفت بابا جون چرا منو تو خیابون ولیعصر نبش کوچه 7 پلاک 16 تنها گذاشتی؟ روشن شد یا همچی بذارم که تا بیفتی به شیون و زاری. آقای دکتر اگه میخواین بزنین ولی یه راهنمود استراتژیکی هم بیدین که نظام از این وضعیت در بیاد. دارم گرفتی ما رو تو هم کدوم راهنمود؟ تازه گیرم راهنمودم دادیم تو این هر کرکی که میفهمه چه کار باید بکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که تو دو بکسور مشنگ داشتن تو رینگ همدیگه رو میزدن. مربیه به یکیشون میگفتش که بزن تو فکش، اینم نمیدونست فک کجاست، همینطوری زد تو شکم طرف. نگو اون یکی هم مشنگتر از این، اونم نمیدونست که فک کجاست، شکمشو گرفت گفت آخ فکم. روشن شد یه همچی بذارم تو فکت که شکمتو بگیری. آقای دکتر من هر وقت فکر میکنم همه بدبختی های نظام رو گفتم، شما با یه بدبختی جدید غافلگیرم میکنید. آره ولی اینجوری هم نیست که همه این بدبختی ها تقصیر خود مقام عظما باشه. الان گردن مقام عظما رو چکونی بوی گند میده، چون هر کی هر گندی میزنه میندازه گردن ایشون. FATF، عراق، منطقه، تحریم، همه اینا که نمیدونه همش گنده کاری ایشون باشه که. کستا دیدی استراتژی نیستی؟ این چه دفاع ضایعی که از ایشون میکنی؟ یعنی اینقدر دست و پا چلفتیه که کارا تو دستش نیست؟ ایشون هیچ هم دست پا چلفتی نیستن، همه گنده کاری هم دست خودشونه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن بابای مشنگه بهش گفت روزت مبارک. مشنگه گفت بابا روز مادره، روز فرزند که نیست. بابا گفت آخه تو مادر همه بدبختی های منی. روشن شد یا برفستمت یه هدیه‌ای بگیری واسه خوده. آیه دکتر این بزرگترین توهین به مقام بشین عظما بابا که تو هم. به ایشو اما ما پشم اینا که نمیتونی